هستم و امروز بخوایم که روی ست از شوت‌های ساید استپ با هم کار کنیم. لطفاً تا آخر برنامه با ما همراه باشید. تمام بازیکن‌های بزرگ این روزا قبل از هر شوتی که میخوان بزنن مجبورن که یه فضاسازی برای خودشون انجام بدن. فضاسازی‌ها روش‌های مختلف داره. تمام استپ بک‌ها و استپ سایدها وقتی به کار میان که شما یک مدافع خیلی قدر و گردن کلفت جلوتون هست و میخواین که در مقابل اون بازیکن یه شوت مناسبی بزنین، همیشه احتیاج دارین که یه فضایی واسه خودتون بسازید. این فضا سازی میتونه از طریق دریبل های مختلف باشه، میتونه از طریق استپ بک ها باشه، میتونه از طریق پیک اند رول ها باشه. تمام این اتفاقا وقتی میفته که شما مدافع رو از بالانس دفاعی خارج کنید و یک اکتی بلافاصله بعد از اون انجام بدین که بتونین فضایی برای خودتون فراهم کنید که اون شوت مورد نظرتون، شوت دلخواهتون رو بزنید. امروز روی 3 تا از این ساید استپ ها میخوایم کار کنیم. خب اولین شوتی که میخوایم امروز کار کنیم یا ساید استپی که میخوایم کار کنیم، همونطور که گفتم معروف ترین بازیکنی که این شوتو خیلی ازش استفاده میکنه و خیلی از گیم وینرها رو باش زده دمیان لیلارده. تمام شوتایی که استپ سایدها یا استپ بک هایی که کار میکنن و امروز ما 3 تاشو میخوایم کار کنیم، تمامشون توی یه چیز با هم مشترکن و اون دریبل یا موو قبل از استپ سایدی که میخوایم بزنیم. تمام اونا ما باید مدافع را همونطور که گفتم کاری کنیم که احساس خطر کنه و یک قدم عقب بشینه که مطمئن بشه ما حمله به سبد نمی‌کنیم یا درایو نمی‌کنیم. به محض اینکه یک قدم عقب نشست، اون موقع است که ما میتونیم با یک استپ ساید یه فضا سازی خوبی برای خودمون انجام بدیم. استپ ساید اولو دمیان لیلارد انجام میده. اون قبل از اینکه ساید استپ استفاده کنه همیشه با یک دریبل خیلی محکم این کارو شروع میکنه. این دریبل خیلی محکمی که میزنه ناخودآگاه به مدافع این احساس میده که خب الان قراره که این بازیکن به من حمله کنه و یه قدم میشینه عقب و اون موقع است که با یه استپ ساید راحت میتونه یه فضا سازی کامل انجام بده. نکته‌ای که داره این شوت اینه که وقتی که من دریبل محکم میزنم، تمام وزن خودم رو روی پای مخالف و بلافاصله جهش به سمت مخالف میکنم. این مرحله اولی هست، شوت اولی که میخوایم کار کنیم. حتما مطمئن باشید که وقتی این تمرین رو میخواین آغاز کنین، با شوت امتیازی شروع نکنین، چون معمولا شوتای استپ بک یا استپ ساید شوتای سختی هستش و همونطور که گفتم وقتی مدافع از بالانس خارج میکنید، خودتون هم ناخودآگاه از بالانسی که احتیاج داره برای شوت و یا شوتی که شما عادت دارین بهش قطعا ازش خارج میشین. واسه همین شوت خیلی سخت‌تریه نسبت به شوت‌های معمولی که دارین. اینه که پیشنهاد میکنم حتما این شوت‌ها رو از نزدیک به سبد انجام بدین یا تقریبا روی خط پرتاب آزاد که بتونین بهش عادت کنین. بعد به تدریج میتونین که عقب‌تر برین و شوت‌های امتیاز بزنین. دومین ساید استپی که می‌خوایم امروز کار کنیم با دریبل بین پا شروع میشه. این ساید استپ با دریبل بین پا شروع میشه و یک دریبل هزی که ما این حس رو به مدافع بدیم که ما الان قراره که بعد از این هزیتیشن یه مووی انجام بدیم به سمت سبد که باز مدافع رو به عقب برونه. این بار تمام وزن رو روی سمت راست یا پای راست رو میندازیم و ساید استپ. نکته مهم توی تمام این حرکات اینه که شما بتونین فوتورک سریع و قوی داشته باشید. تمام این شوت‌ها مبتنی بر اینن که شما بتونین حرکت پای خیلی سریع داشته باشید. و آخرین شوت امروز با پانچ دریبل شروع میشه که این روزا خیلی من فکر کنم که بازیکنان به این دریبل علاقه‌مند شدن. دریبلی که ما دست پای موافق و همزمان باش حمله میکنیم و بازم این حرکت این حس به مدافع میده که من الان قراره که حمله کنم. شبیه اون شوت دمیان لیلارد
فقط این بار با پانچ شروع میشه. دوباره تمام وزنمون رو میندازیم روی پای مخالف و جهش به کنار میکنیم. خب امیدوارم که این برنامه تو کمک کرده باشه که بتونید نکته‌های ریزی که توی این حرکت هست رو یاد بگیرید. ما سعی کردیم تمام این حرکات رو با سرعت مسابقه انجام بدیم. قطعاً این کارا احتیاج به تمرین داره که قبلا هم در موردش صحبت کردیم. هر چقدر شما تایم بیشتری بزنید روی حرکات و تمرینات بیشتری بکنید، قطعاً شما میتونید نتیجه بهتری توی مسابقه ازش بگیرید و بتونید یه لول بازی‌های وان و وانتون رو ببرین بالاتر. اگه این برنامه ما رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، با دوستانتون به اشتراک بذارید، برام کامنت کنید نظرتون در مورد این تمرین چی بود، اصلا دوست داشتین و آیا دوست دارین روی حرکات‌های بیشتر ما کار کنیم و روی چه تمریناتی کار کنیم. خوشحال میشم که بتونم که تمام این تمرینات و مووهایی که شما دوست دارین ما روش کار کنیم و اینجا من براتون به نمایش بذارم. ممنونم. خدا نگهدار.